الان ما 45 ساله، 46 ساله، 50 ساله گفتیم مرگ بر، من تو رو نابود میکنم، من تو رو از بین میبرم. گفتیم یا نگفتیم؟ ما 50 ساله این روال دشمن ستیزانه خودمون رو از سر گرفتیم گذاشتیم جلومون، داریم همون راهو میریم. الان اسرائیل برای شما حمله کرده به کشور دشمن محسوب میشه یا نه؟ من بی تفاوتم، چون جنگ من نبود، جنگ حکومتم بود. جنگ مردم نبود، جنگ حکومتم بود با یه حکومت دیگه. چرا من اینو میگم؟ این از کجا تو ذهن من نشأت میگیره؟ از اون جایی نشأت میگیره که به من مردم اهمیت نمیده. تمامیت ارضی، من بر کشام احترام ارزش قائلم، برای من مهمن. اما آیا تو اعتراضاتی که شما ازش دم میزنین، تو سرکوب‌ها مردم کشته شدن اهمیت نداد؟ چرا؟ گفتش که اینا ضد نظامن، ضد حکومتن، میخوان براندازی بکنن. گفتن یا نگفتن؟ احترامی براشون قائل نشدن. الانم که کشور خارجی اومد مردم ما رو کشت. خب اهمیت نمیده، به مردمش اهمیت نمیده، خودش مهمه. اگه ما قرار بود مردم اولویت قرار بدیم که مردم هم برای حکومتش دل بسوزونه، که بعضی از مسئولین اصلا اینطور نیستن و دل نمیسوزونن، اول میومد داخل کشور خودش رو اصلاح میکرد، به کل مردمش اول میرسید، بعد میرفت به غزه میرسید، اگه اضافه